صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. حضرت داوود در یکی از مزامیر خود محبت بی پایان خدا را اینطور برای ما بازگو می کند: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا می خواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تطحین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را معطوف به 5مین قسمت از کتاب تورات یعنی سفر تثنیه نموده و از فصل 2 از آیه 9 گفتار حضرت موسی، این مرد برگزیده خدا و قهرمان عهد عتیق را که خداوند به او عطا کرده است و برای ما به رشته تحریر آورد مورد توجه و تفکر و تعمق قرار می‌دهیم و از خداوند تمنا می‌کنیم که کلامش را باعث برکت و رشد روحانی ما قرار بدهد. این قسمت از تورات مقدس زمانی نوشته شد که موسی روزهای آخر عمر خود را در این عالم خاکی می‌گذرانید. او به مدت 40 سال تمام قوم بنی اسرائیل را از مصر رهانیده و در بیابان سینا هدایت کرده بود و شریعت و قانون خدا را مستقیما از جانب پروردگار دریافت کرد و به قوم عطا نمود. حالا که نسل جدیدی از قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا ملت یهود را تشکیل می‌دادند، حضرت موسی با سخنان آخر خود می‌خواهد توجه این نسل جدید را به خدا معطوف سازد. پس قبل از اینکه شریعت و قانون‌های خدا را برایشان تشریح و تفسیر کند، ابتدا تاریخچه سفر 40 ساله را بیاد آنان می‌آورد و اشتباهات و خطایای پدرانشان را که سبب خشم و غضب خدا و در نتیجه داوری خدا و مرگ آنان در بیابان گردید بیادشان می‌آورد، تا مبادا آنان نیز همانند پدران خود به خاطر بی‌ایمانی و یاغیگری از خدا یکتا به جای رحمت و فیض و برکت خدا خشم و لعنت و غضب الهی را نصیب خود سازند. در فصل اول علت این که سفر 1 ماهه قوم از مصر به سرزمین موعود به سفر 40 ساله تبدیل میشه ملاحظه میکنیم و سپس میفرماید که شما از انسانها مترسید، زیرا که داوری از آن خداست. از انسانها نترسید. حضرت موسی خوب میدانست که ترس از آدمی به معنی عدم ایمان
و اعتماد به خدا یکتاست و به خاطر ترس از اموریان بود که قوم بنی اسرائیل در همان وهله اول وارد سرزمین موعود نشدند و در عوض مدت 40 سال در بیابان آواره گردیدند. حالا همین اخطار را به نسل جدید آنان می‌دهد تا مبادا همون اشتباهاتی را مرتکب شوند که اجداد آنها کرده بود. در فصل دوم نیز موسی مجدداً مروری به سفر 40 ساله قوم و اتفاقاتی که در این ایام به وقوع پیوسته می‌نماید و مطالب را برای نسل جدید بازگو می‌کند. در برنامه گذشته به 8 آیه اول فصل دوم اشاره کردیم و حالا ازتون دعوت می‌کنیم که اگر کلام مقدس تورات را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 274 بگشایید تا از آیه 9 فصل دوم کتاب تثنیه که آخرین قسمت از کتاب پنجگانه موسی می باشد دنباله سخنان موسی را با یکدیگر مطالعه کنیم. وقایع این سفر عمر را براتون بازگو می‌کنیم تا از آن درس معنوی و اخلاقی یاد بگیریم. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در 8 آیه اول فصل دوم خدا یکتا نشان می‌دهد که برای فرزندان عیسی که در حقیقت برادران یهودیان بودند و امروز ملت‌های اعراب از نسل اسماعیل و عیسی هستند ارزش قائل شده و به اسرائیلی‌ها یادآور می‌شود و می‌گوید که شما حق ندارید از سرزمینی که من به عیسی و فرزندانش دادم سوء استفاده کنید. حتی اگر شما بخواهید آب از آنان بگیرید باید به خاطر آب مزد بدهید. به عبارت دیگر خدا یکتا حق آنان را محترم شمرده و اسرائیلی‌ها را آگاه می‌سازد که اگرچه آنها را دوست دارد مبادا به خاطر اینکه زورشون بر دیگران میرسه ظلم و ستم روا بدارن و حق مردم را بخورن. حالا از آیه 9 الی 23 پروردگار مهربان دستوراتی به قوم بنی اسرائیل می‌دهد که حاکی از توجه و لطف او نسبت به ملت‌های دیگر نیز میباشد ولو اینکه آنان خدا را نمیشناسند و هنوز هم بت پرست بودند. آیه 9 موسی می‌فرماید و خداوند مرا گفت موآبیان را اذیت مرسان و با ایشان منازعت و جنگ منما، زیرا که از زمین ایشان هیچ نصیبی به شما نخواهم داد، چون که آر را به بنی لوط برای ملکیت دادم. و در آیه 19 می‌فرماید و چون به مقابل بنی عمون برسی ایشان را نیز مرنجان و با ایشان منازعه مکن، زیرا که از زمین بنی عمون نصیبی به تو نخواهم داد، چون که آن را به بنی لوط به ملکیت دادم. دوستان عزیز، در اینجا می‌بینیم که خدا یکتا خود محافظ ملت‌های دیگر میباشد، هرچند او را نمی‌شناختند و به قول کتاب مقدس خداوند آفتاب رحمت خیش را بر نیکان و بدان به یکسان میتاباند و حالا رحمت خیش را بر آنان نیز عطا می‌کند. خدا یکتا برای قوم بنی اسرائیل حدودی را معین کرده بود، سرزمینی را برگزیده بود که به ابراهیم وعده داده بود که به او و نسل او تعلق خواهد داشت. و حالا موسی به آنان تعلیم می‌دهد که مبادا از آنچه که خدا به آنها عطا کرده است تجاوز نموده و به سرزمین دیگران دست درازی کنند، زیرا خداوند حامی ملت‌های دیگر نیز میباشد. در عوض میگوید باید چشم به مال خودتون داشته و از آنچه که خدا به شما داده است لذت ببرید و استفاده کنید. سپس از آیه 24 درباره نحوه تسخیر سرزمین کنار رود اردن و ورود این قوم به آنجا صحبت میکنه، به طوری که میخوانیم موسی میگوید خداوند به من گفت پس برخیزید و کوچ کرده از وادی ارنون عبور کنید. اینک سیحون اموری ملک حبشون و زمین او را به دست تو دادم. پس قاصدان با سخنان صلح آمیز از بیابان قدیموت نزد سیحون ملک حشبون فرستادم. به او گفتم اجازت بده که از زمین تو بگذرم. به شاهراه خواهم رفت و به طرف چپ و راست میل نخواهم کرد. خوراک را به نقره به من بفروش تا بخورم و آب را به نقره به من بده تا بنوشم. فقط اجازه ده تا بر پاهای خود از زمین تو بگذرم، چنان که بنی عیسی که در سیر ساکنند و آبیان که در آر ساکنند. آنان به من رفتار نمودند تا از اردن به زمینی که یهوه خدای ما به ما میدهد عبور نماییم. خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه قوم بنی اسرائیل به کناره رود اردن برسند لازم بود که از سرزمینی که تحت حکومت سیحون پادشاه حشبون بود بگذرند. موسی به جای اینکه مانند رهبران دیگر همینطوری و بدون هیچ دلیلی وارد سرزمین آنها بشه، رسولانی نزد این پادشاه میفرسته تا به او اطلاع بدهد که قصد دارد از سرزمینی که تحت حمایه اوست
عبور کنه و همچنین طالب چیز و خدمتی هم نمی باشه و اگر آب بخواهند یا غذا بخواهند موسی حاضر است بهای آن را بپردازد. موسی نمیخواست به جنگ بپردازد و چشم طمع به مال دیگران نداشت، چون میدانست که خدا اون سرزمین را به آنها نداده است. برای همین بود که رسولان میفرسته و میگوید که ما چشم طمع به مال شما نداریم، ما میخواهیم از میان سرزمین شما بگذریم و هر چی که بهای آن لازمه، اگه آب گرفتیم، غذا خوردیم، پول آن را میدهیم. ولی این پادشاه گمان میکرد که قوم بنی اسرائیلی ها مانند همون کولی های خودمون آواره هستند. پس خواهش موسی را نمیپذیره و حتی با لشکریان خود مانع میشه که موسی و قوم بنی اسرائیل از سرزمین تحت حمایه او عبور کنند. اما چون اراده و خواست خدا بود که قوم از این راه تعیین شده بروند، خدا پادشاه هشبون را تسلیم اسرائیلی ها می کند و قوم با پیروزی از سرزمین هشبون میگذرند و به کنار رود اردن میرسند، جایی که موسی این سخنان را به آنها میگوید. در آیه 33 میخوانیم: و یهوه خدای ما او را به دست ما تسلیم نمود، او را با پسرانش و جمیع قوم زدیم. دوستان عزیز، این اولین قسمت از سرزمینی بود که خداوند یکتا به قوم بنی اسرائیل عطا می کند. از قرائن تاریخی متوجه می شویم که سرزمینی که حبشون یا هشبون در اختیار داشتند مربوط به موآبیان بوده که آنان به زور شمشیر از موآبیان گرفته بودند و حالا در حقیقت خدا اجازه می دهد که قوم بنی اسرائیل انتقام موآبیان را از هشبون گرفته و زمین را به تصرف خود در بیاورند. در آیه 37 موسی یادآور میشه که حتی ذره‌ای از سرزمین‌هایی که خدا آنان را از تصرف منع کرده بود در اختیار نداره و حتی نزدیک آن نیستند. اما در فصل سوم که در حقیقت دنباله مرور وقایع سفر 40 ساله است، موسی درباره تجربیات جنگی قوم بنی اسرائیل سخن می‌راند و از نبردهایی که در طول این 40 سال با بیابانگردها و قبیله‌های وحشی و طایفه‌های دیگر داشتن سخن می‌راند. به طوری که در آیه 1 و 2 اینطور میگوید: پس برگشته به راه باشان رفتیم و اوج ملک باشان با تمامی قوم خود به مقابله با ما بیرون آمدند و در ادرعی جنگ کردند. خدا مرا گفت از ایشان مترسید، زیرا که او و تمامی قومش و زمینش را به دست تو تسلیم نمودم، تا به طور که با سیحون ملک اموریان که در هشبون ساکن بود عمل نمودی، با وی نیز عمل نمایی. و سپس اشاره به نحوه مبارزه بر طایفه های دیگری می کند و تاریخ گذشته را در افکار قوم بنی اسرائیل مجددا زنده می کند تا آنان از تاریخ درس بیاموزند. در فصل 4 علت این سخنرانی طولانی و یا دلیل مرور کردن تاریخ 40 ساله سفر بیابانی اسرائیل را موسی اینطور بازگو می کند و می گوید: پس الان ای اسرائیل، دقت کنید، پس الان ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من به شما می دهم تا آنها را به جا آورید بشنوید، تا زنده بمانید و داخل شده زمینی را که یهوه خدای پدران شما به شما می دهد به تصرف آورید. بر کلامی که به شما امر می فرمایم چیزی میفزایید و چیزی از آن کم منمایید، تا اوامر یهوه خدای خود را که به شما امر می فرمایم نگاه بدارید. چشمان شما آنچه را که خداوند در بعل فغور کرد دید، زیرا هر که پیروی بعل فغور کرد، یهوه خدای تو او را از میان تو هلاک ساخت و همه را نابود کرد. دوستان عزیز، دقت کنید، اولین لغت این فصل یعنی پس الان اشاره به خلاصه مطلب و هدف اصلی موسی از بازگو کردن مطالب این 3 فصل اول می باشد و بدین وسیله موسی مرور تاریخ وقایع سفر 40 ساله را نیز به پایان می رساند و می خواهد توجه خود را معطوف به اصل مطلب و هدف غایی کلام بکنه. می خواهد به قوم بنی اسرائیل، به این نسل جدید یک درس مهمی بدهد و آن اینه که ای نسل جدید، شما باید مطابق آنچه که خدا فرموده است عمل کنید و متوجه باشید که خدا از شما چه می خواهد و مطیع کلام و قانونها و شریعت خدا بشوید. میگوید اگر میخواهید زنده بمانید و بلایایی که به سر پدران شما آمد بر شما نیاید، باید احکام و فرایض خدا را که به شما امروز میدهم به جا بیاورید تا زنده بمانید. برای همین میگوید پس الان. این نشان میده که الان موسی میخواد خلاصه مطالب و هدف اصلی از تاریخ 40 ساله را
که برای اینها بیان کرده به آنها بگوید. الان میگوید اگر میخواهید زنده بمانید و بلایایی که به سر پدران شما آمد بر سر شما نیاد، باید احکام و فرایض خدا را به جا بیاورید تا زنده بمانید. و بعد میگوید نه چیزی بر قانون خدا بیفزایید و نه چیزی از آن کم کنید، بلکه مطیع قانونهایی باشید که خدا یکتا به شما عطا کرده. اگر مطیع این قانونهای خدا باشید، آن وقت برکت عظیم نصیبتون میشه و زنده میمانید. رحمت خدا بر شما خواهد آمد. ولی دوستان عزیز، همونطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، متاسفانه قوم بنی اسرائیل با تمام نمونه هایی که در زندگی موسی براشون آورد، با تمام بلاهایی که در زندگی حتی دیدن، متوجه میشن که فرمان موسی رو اگرچه زباناً اعتراف میکنن و قبول میکنن که مطیع میشن، ولی عملاً زیر قولشون میزن و مطیع نمیشن و برخلاف اراده خدا رفتار مینمایند و در نتیجه بلا و بدبختی و مرگ را نیز نصیب خود میکنن. در آیه 2 و 3 موسی عدم مطیع بودن به فرامین خدا را نوعی بت پرستی تلقی میکنه. دقت کنید، در آیه 2 و 3 موسی عدم مطیع بودن به فرامین خدا را نوعی بت پرستی تلقی میکنه و آن را به همان اندازه گناه بزرگ دانسته که بت پرستی است. برای همینه که توجه آنان را به آنچه که خدا به سر بت پرستان، یعنی کسانی که بتی را به اسم بألفغور پرستش کردن، میکنه و میگوید به خاطر بیاورید که کسانی که این بت را پرستیدند همه خدا آنان را بو کرد. میفرماید حالا اوامر خدای خود را که به شما امر میفرمایم نگاه دارید، زیرا چشمان شما آنچه را که خداوند در بألفغور کرد دید. زیرا هر که پیروی بألفغور کرد، یهوه خدای شما او را از میان شما هلاک ساخت. پس در آیه 4 دلیل زیستن آنان و یا زنده ماندنشون در این مدت را نیز بازگو میکنه و در حقیقت دوستان دلیلی است بر اثبات حقانیت آیه اول که میگوید آواز او را بشنوید تا زنده بمانید. آواز خدا را بشنوید تا زنده بمانید. آیه 4 اینطور میگوید اما جمیع شما که به یهوه خدای خود ملصق شدید امروز زنده ماندید. اینک چنان که یهوه خدایم مرا امر فرموده است، فرایض و احکام به شما تعلیم دادم تا در زمینی که شما داخل آن شده به تصرف می آورید همچنان عمل نمایید. حضرت موسی یادآور می شود که علت این که آنان در این صحرای خشک و سوزان سینا زنده ماندند و اکنون وقت آن رسیده که وارد سرزمین موعود بشه و سفرشون به پایان رسیده و وعده های خدا را بیابند، اینه که آنها به خدا توکل کردند. آن گروه قلیلی که اکنون وارد سرزمین موعود میشن نسل جدیدی بودند که به خدا اعتماد کردند. آنان مطیع اوامر و دستورات خدا شدند، برخلاف پدرانشون و مادرانشون که به خاطر بی‌ایمانی جان خود را از دست دادند. میگوید شما که اکنون میروید تا ملتی را به وجود بیاورید، اساس و بنیاد بقای کشور خودتون رو و زندگی و هستی خودتون رو بر کلام خدا بنهید. کلام خدا را حکمت و فطانت خود قرار بدید. کلام خدا را اساس زندگی و معیار زندگیتون قرار بدید تا نه فقط زنده بمانید، نه فقط برکت خدا را دریابید، بلکه در این عالم شاهدانی برای یک خدا یکتا باشید که البته این افتخاری است بس بزرگ که خدا آنان را برای مقاصد آسمانی خود به کار ببرد. به طور که در آیه 7 و 6 اینطور می‌خوانیم: پس شما احکام خدا را نگاه داشته و به جا آورید، زیرا که این حکمت و فطانت شماست. در نظر قوم‌هایی که چون این فرایض را بشنوند خواهند گفت هر آینه این طایفه بزرگ قوم حکیم و فطانت پیشن، زیرا کدام قوم بزرگ است که خدا نزدیک ایشان باشه، چنان که یهوه خدای ما در هر وقت که نزد او دعا می‌کنیم نزدیک است. دوستان عزیز ببینید چی میگه. این آیه بسیار مهمه. میگه ملت‌های دیگر میگن شما قوم حکیم و فطانت پیشه هستید، زیرا کدام قوم بزرگی که خدا نزدیکشون باشه. به عبارت دیگر وقتی که مطیع کلام خدا هستید، خداوند نزدیک شماست. حضرت موسی میفرماید شما باید با اعتماد و ایمان به خدا و کلامش برای جهانیان شاهدان خوبی برای خدا یکتا باشی و خدا را به وسیله زندگیتون به آنها معرفی کنید. نه فقط زباناً، بلکه به وسیله زندگیتون به آنان معرفی کنید. خدا را به دیگران بشناسید تا وقتی مردم به شما نگاه میکنن متوجه الطاف و رحمت خدا بشن. و بعد میگه که
هیچ ملتی این افتخارات که شما دارید ندارن. می‌فرماید خدا با شماست و هر روز و هر آن می‌توانید با او مصاحبت داشته باشید، چیزی که دیگر ملت‌های جهان به خاطر بت‌پرست بودنشون از آن محروم بودن. در آیه 9 توجهشون رو به یک امر بسیار مهم دیگه مبذول می‌داره و میگوید لیکن احتراز نما و خیشتن را بسیار متوجه باش که مبادا این چیزهایی را که چشمانت دیده است فراموش کنی و خیشتن را بسیار متوجه باش مبادا اینها را در تمامی ایام عمرت از دلت محو کنی، بلکه آن را به پسرانت و پسران پسرانت تعلیم بده. موسی یادآور می شود که چگونه خدا آنان را به نحو بسیار مخصوصی برکت داده است و اکنون آنها باید سپاس و قدرشناسی خود را به وسیله مطیع بودن و تعلیم دادن کلام به فرزندانشون و آگاه ساختن آنان از کارهای خدا ابراز بدارند. در آیه 10 خداوند به موسی امر می‌فرماید که به قوم بگو که باید از خدا بترسند و فرزندان خود را تعلیم بدهند. دوستان عزیز، چقدر مهمه اینجا بگه که مبادا کلام خدا را و وقایعی که در زندگی دیدید از دلت جدا بشه، یعنی اون رو فراموش کنی. به عبارت دیگر همیشه تاریخ را به یاد بسپار، همیشه وقایع گذشته را به خاطر بیاور و از آن درس زندگی بیاموز. مقصود از ترس دوستان عزیز همان احترام و ادب به خدای قادر مطلق می باشد و احترام و ادب به معنی مطیع بودن و پذیرفتن کلام خداست. شاید بیش از هر چیزی که ذهن موسی را به خود مشغول ساخته بود و ترس از آن داشت که قوم یهود خدا را ترک کنند همانا بت پرستی بود که می ترسید بر اثر کمال همنشینی با همسایگان و ملت‌های مجاور اسرائیلی ها یکتا پرستی را فراموش کنند و یا از خدا پرستی دست بکشند و دل به امور دنیا بدهند. پس به آنها یادآوری می کند که خدای شما خدای یکتا، خدای نادیدنی است. خدایی که به ابراهیم ظاهر شد به شما ظاهر شد خدای نادیدنی است و فرمان اول از 10 فرمان را به خاطرشون می آوره و می گوید که جز یک خدا هیچ خدای دیگری نیست. جز یک خدا هیچ خدای دیگری نیست. به طور که از آیه 15 اینطور می خوانیم. موسی می فرماید، دقت کنید دوستان، پس خیشتن را بسیار متوجه باشید، یعنی خیلی مواظب باشید، زیرا در روزی که خداوند با شما در حوریب یا در کوه سینا از میان آتش تکلم نمود شما هیچ صورتی ندیدید. مبادا فاسد شوید و برای خود صورت تراشیده یا تمثال یا از هر شکلی از شبیه ذکور یا اناث بسازید، یا شبیه هر بهایمی که روی زمین یا شبیه هر مرغ بالدار که در آسمان است برای خود بسازید. مبادا چشمان خود را به سوی آسمان بلند کنی و ماه و ستارگان و جمیع جنود آسمان را دیده فریفته شوی و در برابر آنها سجده کنید، آنها را که یهوه خدایت برای تمامی قوم‌هایی که زیر تمام آسمانان تقسیم کرده است آنها را عبادت کنی. مبادا این کار کنی. پس احتیاط نما، مبادا عهد یهوه خدای خود را که با شما بسته است فراموش نمایید و صورت تراشیده یا شبیه هر چیزی که یهوه خدایت به تو نهی کرده است برای خود بسازی، زیرا که یهوه خدایت آتش سوزنده و خدای غیور است. ای عزیزان، موسی نه فقط توجه مردم یهود بلکه توجه همه مردم عالم را به یک خدای یکتا، خدای نادیده، خدای غیور، خدای قادر مطلق، خدای بی نظیر، خدای بی شریک، خدای رحمان و رحیم و رئیف، خدا خالق هستی ها و نیستی ها، خدای ازلی و ابدی، خدای بی انتها، خدایی که نه آغازی دارد و نه پایانی، خدایی که ساخته و خلق شد انسان نیست، جلب میکنه و شدیدترین اخطارها و تنبیهات الهی را برای کسانی که از او روی میگردانند و تماثیل یا تصاویر و یا شیء و شکلی را به جای خدای یکتا پرستش میکند و اعلام میکند. میفرماید که خدای نادیدنی آتش سوزنده است. خدای نادیدنی خدای غیوری است، یعنی خداوند هر نوع بت پرستی را چه در آسمان و چه در زمین و چه در زیر زمین باشه با آتش غیرت خود نابود خواهد کرد، زیرا او بی نظیر و بی مثال و بی مانند می باشد و جز او هیچ خدای دیگری نیست. ای عزیزان، موضوع وحدانیت و قادر مطلق بودن خدا یکتا را حضرت موسی به صورت بسیار کامل و دقیقی برای اولین بار به عالمیان آشکار ساخت و قلمرو و پرچمدار و علم الهی و
اعلام کننده وحدانیت خداست. او آن را در تورات مقدس به رشته تحریر در می‌آورد تا بدین وسیله من و شما دوستان عزیز حقانیت خدا را بدانیم و فقط یک خدا یکتا را بپرستیم. و بدین وسیله باید بگیم که بنیاد یکتاپرستی در عالم از یهودیت آغاز می شود و ریشه گرفته است. اساسی که بسیاری از مذاهب دیگر نیز آن را پایه اعتقاد خود قرار دادند، از جمله مسیحیت که پایه و اساس آن نیز بر وحدانیت مطلق خدا و بی‌نظیر و بی‌شریک بودن خدا یکتا می باشه، همونطور که موسی در اینجا برای ما بیان می. ای عزیزان، این امر بسیار مهمه که بدانیم که ما و مسیحیان به چه چیز معتقد هستیم، به چه خدای یکتا و قادر مطلقی. چون خیلی ها هستن وقتی با لغات و اصطلاحات و واژه‌های روحانی انجیل مقدس روبرو میشن فوراً میگن که مسیحیان به یک خدا ایمان ندارن بلکه به سه خدا، در حالی که فراموش کردن که اساس و بنیاد مسیحیت بر وحدانیت مطلق خدا یکتا، خدای بی‌نیاز و بر فیض و محبت این خدای یکتا و بی‌شریک و بی‌نیاز که موسی در اینجا از او دارد سخن میگوید قرار دارد. او یادآور می شود که بشر قادر نیست صورت خدا را ببیند و زنده بماند. چرا؟ زیرا او خدای نادیدنی است. ولی دوستان عزیز، اگرچه ما نمیتونیم روی خدا را ببینیم، ولی خدا را شکر که میتوانیم صدای او را بشنویم و خدا را شکر که امروز صدای خدا را در اختیار داریم، یعنی کلام مقدس انجیل و تورات. خوشبخت کسانی هستند که امروز صدای خدا را در دل خود جای بدهند و آن را فراموش نکنند و به ندای خدا لبیک بگویند و آن را بپذیرند. حالا به خاطر پایان گرفتن وقت این ساعت مجبورم که با شما خداحافظی کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا بسپارم و امیدوارم که دوستان عزیز متوجه این حقیقت الهی باشید و بدانید که جز یهوه خدا یکتا خدای دیگری وجود ندارد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.